از فعالیت کارخانه آلومینی تاجیکستان تالکو 43 سال پور می شود. حالا بیشتری درآمد این کارخانه از فروش محصولات برای تعمیر تجهیزات کهنه و بازمانده آن صرف می گردد. برای بقای شرکت مسئله از نوسازی دقیق‌ترش بنیاد یک مجموعه استحصالی و اینواسیونی در میان است. مجموعه نو با تجهیزات معاصر کم مصرف برقی و اشیای خام گلخاک کریالیت و فسفت می تواند حجم استحصال محصولات را 2 برابر بیشتر کند. این تکنولوژی علاقه تجربه شده و ثمراناکیش را اثبات کرده است. ثمراناکی آن پیش از همه به استفاده خمدان‌های معاصر کم مصرف برقی وابسته است. در این زمینه ما با شرکت چینی همکاری داریم و آنها نصب این گونه دیگ‌ها را پیشنهاد کردند. شرکت تالکو تصمیم دارد در آینده نزدیک کاملا به نظام وارد عوض‌کنی گذرد. در کشور هنوز باکسیت‌ها معدن‌های آلومینی دار را پیدا نکردند، اما ذخیره‌های دیگری دارای آلومینی موجودند. اونه که ما حالا با برنامه واردات عوض کننده اشیای خام مشغولیم امکان می‌دهد که ما ارزش اصلی را تا 30% پایین بریم و در بازار جهانی موقع پیدا کنیم. اگر نیم ساله 2017 را در نظر نگیریم چند سال اخیر نرخ آلومینی زیاد بلند نشد، ولی به هر صورت تا امروز پیشگویی‌های کارشناسان ضد و نقیضند و توجه خوشبین کننده میباشند. اشیای داخلی نه تنها کشف بلکه باید کارکرد شود. برای این رشد صنعت کیمیاوی ضرور است که سالهای زیاد در تاجیکستان وجود نداشت. حالا در کشور چندین چنین شرکت‌ها بنیاد یافتند. با وجود قسما استفاده اشیای خام داخلی و بلند رفتن قیمت آلومینی در بیرژه‌های جهانی، امسال استحصال این فلزات در تاجیکستان تا 25% کاهش یافت. تا امروز ما توانستیم شرکت تالکو کیمیا را تأسیس بدهیم. در دایره راه اندازی این طرح ما علاقه 3 کارخانه را بنیاد کردیم. اگر کارگاه کوهی تکاب را به اینابت بگیریم 4 تا می شود. در آنجا بنیاد کارگاه تولید سوده کاوستیکی ضرور می باشد. در مجموع باز 7 کارگاه کیمیاوی ساختن لازم است. شرکت آلومینی همچنین به استخراج کانهای طلا و نقره و سرمه و سیماب مشغول می شود. ولی در دورنمای نزدیک هدف اصلی تالکو همکاری های مشترک با کشوری چین و بنیاد مجموعه های استحصالی است که برای رشد صنعت کشور روانه می گردد. اما این طرحها کی مبلغ گذاری می شوند هنوز معلوم نیست.